یه مایع نخاعی ماهی سکم برای دوست عزیزی که مشکل پارگی دیسک دارن، درسته؟ و خیلی اذیته. انشالله با همین دیگه خوب میشی. عکس این امارای دوستمونه. اینم نخاعش، اینم دیسکش که پاره شده. ما این ماهی سکنه که اینجا پاکش کرده بودیم برای یه مشتری دیگه. البته این هم مایع نخاعیش. انشالله که با همین برادر دیگه خوب میشی. راجع به طعمش بهم بگو، انصافا چطوریه؟ طعمش شور مانند داره. انشالله برادر دیگه فرض کن خوب شدی. همین الان برو والیبال بازی کن. یه مایع نخاعی ماهی سکم برای دوست عزیزی که مشکل پارگی دیسک دارن، درسته؟ و خیلی اذیته. انشالله با همین دیگه خوب میشی. عکس این امارای دوستمونه. اینم نخاعش، اینم دیسکش که پاره شده. ما این ماهی سکنه که اینجا پاکش کرده بودیم برای یه مشتری دیگه. البته این هم مایع نخاعیش. انشالله که با همین برادر دیگه خوب میشی. راجع به طعمش بهم بگو، انصافا چطوریه؟ طعمش شور مانند داره. انشالله برادر دیگه فرض کن خوب شدی. همین الان برو والیبال بازی کن.